این داستان جابجایی پایتخت منو یاد یه جوک انداخته که با شرایط ایران میشه یه ذره عوضش کرد و گفت. میگن یه چاله‌ای بوده توی بیابون وسط جاده، ماشینا میافتادن توش، مسافرها و راننده مجروح میشدن و آدما رو تا بیان برسونن به اولین بیمارستانی که چند ساعت فاصله داشته آدما میمردن. ستاد بحران تشکیل میشه، دولت لایحه میبره مجلس که ما میخوایم حتما این وضعیت رو کنترل کنیم چون غیر قابل قبولی که این همه شهروند کشته بشن. امداد و سیستم امداد مستقر میکنیم، آمبولانس ها رو میذاریم کنار چاله، به محضی که راننده ها بیفتن توی این چاله ما اینا رو منتقل میکنیم به بیمارستان. میره مجلس عصبانی میگه این چه کاری شما میکنید دولتی ها، اصلا فکر نمیکنید این غیر قابل قبول، کلی شهروند بازم در راه بیمارستان کشته میشن، به هر حال شما 3 ساعت هم بکنید 2 ساعت اینها از بین میرن و باید حتما یک بیمارستانی کنار این چاله درست بشه و ساخته بشه که بشه جلوی مرگ شهروندان رو گرفت. بعد میره شورای نگهبان میگه این خلاف خلاصه موازین و اتلاف بیت الماله و باز هم غیر قابل قبولی که شما یک بیمارستان وسط بیابون بسازید و این همه خرج کنید و منابع کشور رو صرف این امور بکنید. به جای این کار اون چاله رو پر بکنید و برید در اولین شهری که بیمارستان هست و به همونجا در کنار بیمارستان یک چاله بکنید با همین مشخصات و مقیاس که اگر کسی خدای نکرده در چاله افتاد به بیمارستان منتقل بشه و مشکلاتش حل بشه و اینجوری از مرگ شهروندان جلوگیری بشه. حالا داستان جابجایی پایتخت هم همینه. وقتی میگیم پایتخت رو میخوایم جابجا بکنید اول فکر بکنیم که چرا پایتخت به این وضع افتاد. مردم عاشق چشم‌روی تهران بودن، هوای خوبش رو دوست داشتن، آلودگیش رو دوست داشتن، ترافیکش رو دوست داشتن، مسکن و تراکمش رو دوست داشتن، وضعیت مسکن و تراکمش رو، یا اینکه هی منابع بهش دادیم، هی راند قدرت و سیاسی درست شده، منابع رو از جاهای دیگه کشور گرفته و تجمیع کرده تو خودش. هر جا کم آورده بازم رفتیم براش منابع آوردیم. آب کم آورده رفتیم از این اونور براش آب آوردیم، آب جاهای دیگر رو هم غارت کردیم دادیم به تهران. این میشه که تهران هی بزرگتر و بزرگتر میشه و مردم هی بیشتر و بیشتر میان تهران. حالا میخوایم همین چاله رو بریم جای دیگه کشور بکنیم، یا وقتی صحبت از جابجایی پایتخت میکنیم منظور اینه که مردم رو منتقل میکنیم به جاهای دیگه، یا ادارات دولتی رو منتقل میکنیم، یا ادارات دولتی رو نگه میداریم توی تهران که دولتی ها یادشون بیاد که چجوری میشه یک جایی رو خراب کرد و یه بلای توسعه آورد سر مملکت. توسعه متوازن میطلبه که ما این شرایط رو